سلام به همه دوستای گلم. من مهدی هستم و با چنل TET در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. به عنوان برنامه اول که در خدمت شما هستیم میخوام یه معرفی کوتاه هم داشته باشیم. اول از این چنل TET به معنی Teach Everything هستش، یعنی ما هر چیزی رو که بخوایم، هر چیزی رو که شما بخوایم برای ما کامنت کنید راجبش آموزش های مختلفی به صورت خیلی ساده، خیلی خودمونی و خیلی سلیس براتون میذاریم. هر چیزی که دور و اطرافتون هست، هر چیزی که دور و اطرافتون نیست، در خیابون، در خونه، راجب گل و گیاه، راجب هوش مصنوعی، راجب کامپیوتر، راجب بازی PS5، PS2، راجب هوش مصنوعی یا راجب نمیدونم خیلی هر چیزی که فکرشو بکنید دوستان عزیز، ما میخوایم آموزش هاش رو در این چنل TET برای شما قرار بدیم. یه نکته که وجود داره، زنگوله رو اگر بزنید یا لایک، کامنت یا سابسکرایب کنید ما رو، این به رشد چنل کمک میکنه و از اونجایی که چنل آموزشی هستش خیلی میتونه برای همه افراد جامعه و ما مفید باشه و میتونیم ما کارهای بهتر با کیفیت بیشتر برای شما بسازیم و تولید محتواهای بهتر و جالبتر و با کیفیت تری داشته باشیم و اگر همین کار نکردید فدای سرتون، ما در خدمت شما به هر حال هستیم. خب بچه‌ها، برای شروع اول از این باید بگم که این نیاز به اپلیکیشن نداره، نیاز به فیلتر شکن نداره، خیلی ساده، خیلی راحت، یک سایت خیلی ساده هستش. ابتدا وارد بروزرتون میشید، حالا هر بروزری که خودتون راحت ترید، میرید سرچ میکنید در گوگل، حالا کلمه آرت بریدر رو سرچ میکنید. اولین پیشنهاد گوگل باز میکنید. خب چند تا گزینه اینجا داره. خب میبینید شما این گزینه سلایسر تونه کامپوزر رو انتخاب میکنید و بعد اینجا نوشته describe your image یعنی که عکس خودتون رو توصیف کنید، همون سناریویی که قبلا راجبش صحبت کردم عزیزان. این بغل یک به اضافه هم داره، میتونید شما یک فیسی، یک صورت، یک چیزی که میخواین ته چهره اون فیس روی اون عکسایی که دسکرایب میکنید، مثلا اگر کسی شخصی رو دارید شما میخواین باهاش اون پروژهتون رو انجام بدید، خب یک فیس انتخاب میکنید. خب فیسی که مثلا ما انتخاب میکنیم، عکس کریس همسورث رو انتخاب میکنیم. عکسش رو من اینجا یه دونه داشتم، بله. خب این رو انتخاب کردیم، خودش ببینید داره به هر حال انجام میده و عکس رو بیاره. حالا ما برای دیسکرایب تست میکنیم، چیکار کنیم؟ مثلا بنویسیم کریس همسورث، اسم این شخص رو می‌نویسیم که طبیعی تر باشه اصلا. خب شما خواستید بعدا هم پیشنهاد توی کامنت ها بدید که ما چی هستیم. حالا مثلا من نمیدونم، اینا فلبدا هست، از قبل هم آماده نکردیم. کریس همسورث climbing mountain، یعنی داره کوهنوردی میکنه. خب بعد شما هیچ کار دیگه نیاز نیست انجام بدید، نه اینتری نه هیچ، همینجوری فقط صبر میکنید که اینترنت کار خودش رو انجام بده. عکسش رو آورد که داره انگار از روی کوه بالا میره و نکته جالب این عکس اصلا وجود نداره، این رو فقط همین الان شما برای اولین بار این رو ساختید، کاملا با هوش مصنوعی و کاملا ساده و آسون. خب یه کار دیگه، یک چیز دیگه مثلا مثل کریس همسورث eating pizza on Mars، ببینیم میاد مثلا این چیز خیلی عجیب داره مثلا روی کره ماه پیتزا میخوره. خب بله، عکس کریس همسورث رو میبینیم که داره روی کره مریخ داره پیتزا میخوره، خیلی هم جالب و باحال شده و میگم هنوز این بر من خیلی میتونه جالب باشه که این عکس اصلا وجود خارجی نداره و هیچ فتوشاپی هیچی هم کار نشده و کاملا هوش مصنوعی ساخته شده. این عکس دیدیم. حالا یه عکس دیگه میذارم، مثلا کریس همسورث داره مثلا یک درخت رو میبره، cutting a tree. خب یه نکته تا وقتی این لود میکنه بچه‌ها، شما شاید براتون سخت باشه که انگلیسی بنویسید یا حتی تایپ کنید یا جمله بندیش رو بلد باشید. قطعاً هوش مصنوعی فکر اینجاها رو هم براتون
کرده. خود ما در همین چنل TET به شما آموزش خواهیم داد که چجوری با استفاده از هوش مصنوعی میتونید چه کارهای خارق‌العاده‌ای انجام بدید و نیاز اصلا به آموزش زبان انگلیسی در جاهای مختلف نداشته باشید. خب عکس کریس همسورت اومد داره یک جورایی درخت رو میبره، یه خورده عکسش عجیب غریبه، حالا انگار این گرز دستش ریشه درخته، چیه داره چه کار میکنه، ولی خب یه جورایی مشخصه که داره با درخت کاری میکنه بالاخره. حالا یه خورده فانم شده، باز یه کلمه داون هم اضافه کنیم دقیق تر باشه، ولی این عکس هم جالبه. عکس یه ذره تغییر کرد، اینی که دستشه بچه‌ها یه جورایی اره است و داره یه جورایی درخت رو میبره. حالا شما هر کلمه رو تغییر بدید اینجا توی عکس تغییری ایجاد میشه. یک کار دیگه میکنیم، مثلا کریس همسورت داره مثلا شیرجه میزنه یا قواسی میکنه. بله میبینید که کریس همسورت در یک دریاچه هر چیز جزیره‌ای هست و لباس شنا و قواسی تنشه و میخواد این کار رو انجام بده. یعنی یه چیز دیگه هم تست کنیم. شما صرفا نیاز نیست اینجوری با فیس اشخاص یا سلبریتی ها این کار رو انجام بدید. من یه چیز دیگه هم اینجا میخوام تست کنم. حالا مثلا این عکس رو ریموو میکنیم، description مثلا میزنیم sunset in LA، غروب خورشید در LA، حالا همون لس آنجلس. بله همینطور که دیدید این درختای نخل مشخص مال LA هست. بله یه عکس دیگه هم اومد، میبینید دقیقاً این که رسما مثل همون GTA آرم صورتی شد. خیلی جالبه. این رو حتی شما میتونید استفاده کنید واسه اپلیکیشنی بخواید، واسه هر کاری بخواید بکنید با این میتونید انجام بدید. یک کلیک هم وسطش بکنید میبینید که تصویر بزرگ میشه و میتونید ازش خروجی بگیرید و این عکس رو برای خودتون داشته باشید. خیلی خوب دوستان، همینطور که امروز دیدیم در این برنامه در اولین قسمت از چنل TET متوجه شدیم که خیلی راحت میتونیم با هوش مصنوعی ما عکس‌های دلخواه خودمون رو با سناریوهای دلخواه خودمون تولید کنیم. این هوش مصنوعی زندگی رو برای همه ما آسان‌تر کرده. اوکی دوستان گلم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. نظرات شما همیشه برای ما قابل پیشرفته. ایده خاصی دارید، نظر خاصی دارید، ما انتقاد پذیر هستیم. در هفته ما حداقل 2 تا ویدیو، 2 تا آموزش برای شما حتما داریم. انشالله روز به روز پیشرفت هم میکنیم با کمک شما، با لایک شما، با سابسکرایب شما. دوستدار شما هستم. بدرود، خدا نگهدار.